حدود طالب سر پرونده گریه‌تون بگیره و حالتون خیلی بد بشه یا خودتون گریه کنید؟ خانومی چند تا بچه رو از پرورشگاه آورده بود تو خونش بزرگ کرده بود. از اون آقا پسرا خیلی موفق شده بود، خیلی پولدار شده بودش. یه گالری طلا سمت کامرانیه برای خودش درست کرده بود. بعد اومده بود که یک برگی رو جعل کرده بود که مادرش، یعنی مادر خوانده‌اش، اومده این 1000 متر زمین رو به این آقا منتقل کرده. من حتی زمانی که وکالت این خانم رو قبول کردم فکر نمی‌کردم که واقعا این برگه جعلی باشه. و مادر هم قبل از این که بعداً بدون که اطلاع داشته باشن برگه وجود داره اومده بود زمین رو به چند تا بچهای دیگه یعنی سهم بندی کرده بود. حتی به خود این بچه هم 350 متر داده بود کسی که جعل کرده بود. و همین آقا پسر از مادر به عنوان فروش مال غیر شکایتی کیفری کرده بود که بازپرس مجبور شده بود که برای این خانم قرار وثیقه ایجاد کنه. یه شب بازداشتگاه بود و خیلی اوضاع بدی بود. بعد که جعلی بودن این برگه هم ثابت شد، حتی خود بازپرس هم اعلام شادبانی میکرد. وقتی از این آقا پسر پرسیدم که چرا این کارو کردید، جوابی که منو خیلی ناراحت کننده بود این بود که چرا 50 سال پیش نرفته دنبال مادر من بگرده، مادر اصلی پیدا کنه. در اصل این خانم مثلا این بچه رو پرورشگاه برداشته بودش. گفتم تو عقده تو زندگی من مونده بود و می‌خواستمش انتقام بگیرم. یعنی شما فکر کنین یک مادر، یک زنی یک بچه پرورشگاه میاره، بزرگش میکنه، طرف خشکش میکنه، بعد در آخر این بچه میاد برای مادر پاپوش درست میکنه. به نظرتون این جمله که میگن مرد گریه نمیکنه کلیشه‌ایه یا واقعیت داره؟ قطعا من هم یه سری پرونده رو میبینم ناراحت میشم. تا جایی که در توانم هست مردم سعی کنم کمک کنم.